چهارم به لیگ قهرمانان آسیا صعود کنه. ذوب‌آهن که حذف شده، میونه استقلال و سپاهان که هر دو در گردونه رقابت‌های جام حذفی هستند. پشت محوطه جریمه، موقعیت برای فولاد. نوروزی تو با میکاره، خروج اشتباهات محمدی، گل توی دروازه. اولین گل بازی رو فولاد خوزستان به ثمر میرسونه. بختیار رحمانی خوشحالی جالب این بازیکن، پرچم کرنر رو از جا در میاره و به هر حال خوشحالی جدیدی بود که از بختیار رحمانی دیدیم و به نظر میرسه جریمه هم کرد به خاطر حرکت غیر ورزشی بختیار رحمانی. این گل فولاد خوزستان رو به ثمر میرسونه و یک کارت زرد رو هم به جان میخره به خاطر خوشحالی بعد گلش.